سلام، به هونه خوش اومدین. من بهارم و این اولین صدایی که از من میشنوید. اینجا آشیونه قصه های آدم هاست. همون قصه هایی که معمولاً جایی گفته نمیشن. ما آدم ها هر کدوممون یه تیکه درد، یه تیکه شادی، یه راز کوچیک یا یه خاطره پنهون داریم. و هونه جاییه که این تیکه ها کنار هم جمع میشن. و از دلشون یه روایت واقعی میاد بیرون. اینجا از آدمایی میشنویم که شاید هیچ وقت صدایی برای بلند شدن نداشتن. آدمایی شبیه من، شبیه تو، شبیه هر کسی که یه شب توی تنهایی خودش گریه کرده یا یه روز بی صدا لبخند زده. اگه دنبال صدای واقعی زندگی مردم میگردی، اگه میخوای قصه هایی رو بشنوی که هنوز تو هیچ جایی گفته نشده، پس اینجا دقیقاً همون جاییه که باید باشی. اولین روایت فقط چند قدم با تو فاصله داره و باور کن نمیخوای ازش جا بمونی. هونه خانه روایت هاست. بمون، قصه ما تازه شروع شده و من میدونم خودت هم یه روایت برای گفتن داری، اما با صدای من. فکر کنم وقتشه بگم به هونه خوش اومدین. منتظرتونم، بیایید.